سلام. امروز میخوام کتاب سه‌شنبه ها با موری رو به زبان انگلیسی بخونم و همه بخشاشو نمیخونم. این کتاب شامل 14 بخشه که حالا به جز اون اولش که توضیح میده که کلا داستان چی هست 14 تا تیوزدی رو شامل میشه که توی اون نویسنده کتاب میره حالا استاد دوران دانشجوییش رو میبینه. من میخوام این 14 تا رو بخونم که تو این 14 تا سه‌شنبه راجع به چیا صحبت میکنم. اول یه توضیح کلی راجع به کتاب بدم. اینکه داستان موری هست، یه استاد دانشگاه که روانشناسی و علوم اجتماعی و همچین چیزایی رو توی دانشگاه تدریس میکنه و یکی از دانشجوهاش به نام میچ خیلی دوستش داشته زمانی که حالا دانشجو بوده و روز فارغ التحصیلیش قول میده که بعداً باز بره ببینتش، ولی خب میفته تو چرخه زندگی و ارتباطش رو با استادش قطع میکنه. حالا نه که خواسته، ولی خب تو جریان زندگی میفته دیگه. بعد خیلی اتفاقی یه روز میبینه که توی تلویزیون فکر میکنم یه مصاحبه ای رو میبینه با موری که متوجه میشه که استادش موری مریض شده، یه بیماری نادر گرفته که سیستم عصبیشو کم کم از دست میده و در نتیجه اون دیگه نمیتونه حرکت کنه، دیگه نمیتونه خب چیزی بخوره، ماهیچه‌هاش و اینا از کار میافتن و اگر این بیماری برسه به ریه‌هاش دیگه از یه جایی به بعد نمیتونه نفس بکشه و میمیره. پس داستان اینه که استاد میچ به نام موری قراره در اثر یک بیماری بمیره، در حالی که قبل از این بیماری خیلی آدم فعالی بوده، شدیداً ورزش کنه، کلاسای رقص بره، خیلی آدم از نظر جسمانی فعال بوده و خب خیلی آدم محترمی هم بوده توی دانشگاه و خیلی بین دانشجوها محبوب بوده به خاطر نوع خاصی که حالا کلاس رو برگزار میکرده، مثلا امتحان نداشته، استاد باحالی بوده کلا. حالا این میشه که تو یکی از این روزهایی که متوجه میشه میچ که استادش مریض هست، تصمیم میگیره که بره باهاش صحبت کنه. الان من دارم دنبال اون اولین تیوزدی میگردم که با هم دیگه صحبت میکنم. خب این اولین سه‌شنبه یعنی که این حجم از کتاب قبل از سه‌شنبه هایی هستش که میش قراره با موری بگذرونه و اولین سه‌شنبه داستانش اینطوریه. The first Tuesday we talk about the word. Connie opened the door and let me in. کنی کسی بوده که مراقب حالا هلپر، کسی بوده که مراقب موری بوده و ازش مراقبت میکرد. Maury was in his wheelchair by the kitchen table, wearing a loose cotton shirt and even looser black sweatpants. They were loose because his legs had atrophied beyond normal clothing size. You could get 2 hands around his tights and have your fingers touch. Had he been able to stand, he'd have been no more than 5 feet tall, and he'd probably have fit into a 6th grade jeans. میگه که کلا در اثر این بیماریه خیلی کوچولو شده بود موری و لباساش همش به تنش گشاد بودن. I got you something, I announced, holding up a brown paper bag I had stopped on my way from the airport at a nearby supermarket and purchased some turkey, potato salad, macaroni salad, and bagels. I knew there was plenty of food at the house, but I wanted to contribute something. I was so powerless to help Maury otherwise, and I remembered his fondness for eating. حالا میچ قبل از اینکه بیاد بره به خونه موری اون سه‌شنبه سوپرمارکت وای میسه و یه سری غذا و اینا میخره و میدونسته که به هر حال توی خونهشون موری غذا داره، ولی انگار با این کارش میخواست یه کمکی بکنه و میدونست که بجز این کاری از دستش بر
نمیاد، چون که موری غذا رو دوست داشته، خوردن رو دوست داشته. So much food, he sang. Well, now you have to eat it with me. We sat at the kitchen table, surrounded by wicker chairs. This time, without the need to make up 16 years of information, we slid quickly into the familiar uh, waters of our old college dialogue. Maury asking questions, listening to my replies, stopping like a chef to sprinkle in something I'd forgotten or hadn't realized. He asked about the newspaper strike, and true to form, he couldn't understand why both sides didn't simply communicate with each other and solve their problems. I told him not everyone was as smart as he was. Occasionally, he had to stop to use the bathroom, a process that took some time. Connie would wheel him to the toilet, then lift him from the chair and support him as he urinated into the beaker. Each time he came back, he looked tired. حالا یکم راجع به دانشگاه و اینا صحبت میکنن و موری خیلی با دقت همیشه به دیگران گوش میداده و حالا به میچ خیلی با دقت گوش میداده و میگه که حالا همونطور که داشتیم صحبت میکردیم موری بعد میرفت دستشویی و هر بار که میخواست بره دستشویی کنی کسی که کمکش میکرد بلندش میکرد از روی ویلچرش و میذاشتش روی تویلت و بعدم کمکش میکرد و وقتی این پروسه تموم میشد خیلی موری خسته به نظر میرسید. Do you remember when I told Ted Koppel that pretty soon someone was gonna have to wipe my ass? He said. خب اینجا راجع به شخصیت دیگه حرف میزنه به نام کاپل. کاپل مجری برنامه‌ای بوده که قبلا با موری مصاحبه کرده بودن راجع به رویاروییش با این بیماری و مرگ و توی اون مصاحبه موری به کاپل گفته بوده که یه روزی بیماری من تا جایی پیشرفت میکنه که حتی وقتی میرم دستشویی یکی باید با دستمال منو تمیز کنه. I laughed. You don't forget a moment like that. Well, I think that day is coming. That one bothers me. میگه که بالاخره این روز قراره برسه و این یه مورد خیلی من اذیت میکنه. Why? Because it's ultimate sign of dependency. Someone wiping your bottom. But I'm working on it. I'm trying to enjoy the process. Enjoy it? Yes. After all, I get to be a baby one more time. That's a unique way of looking at it. Well, I have to look at life uniquely now. Let's face it. I can't go shopping. I can't take care of the bank accounts. I can't take out the garbage. But I can sit here with my dwindling days and look at what I think is important in life. I have both the time and the reason to do that. خب میگه که چرا این یه مورد اذیتت میکنه؟ میگه که به خاطر اینکه این دیگه نهایی ترین نشونه اینه که خیلی آدم وابسته ای میشم. اینکه یه کسی قراره وقتی میرم دستشویی بیاد منو تمیز کنه، اما دارم روش کار میکنم، سعی میکنم که ازش لذت ببرم. میچ میگه که چجوری میخوای از همچین چیزی لذت ببری؟ موری میگه که بالاخره میتونم یه بار دیگه بچه بشم، مثل بیبی ها باشم، مثل بچه ها باشم. میچ میگه که این خیلی اینطوری نگاه کردن به قضیه خیلی خاص و منحصر به فرده و موری میگه که مجبورم که الان به زندگی به این شکل منحصر به فرد نگاه کنم. الان نمیتونم برم خرید، نمیتونم حسابای بانکیمو مراقبشون باشم، حتی نمیتونم زباله ها رو ببرم دم در، اما میتونم اینجا بشینم و در مورد زندگی فکر کنم، در مورد اینکه چی تو زندگی مهمه فکر کنم. هم زمانشو دارم هم دلیلشو دارم که این کار بکنم. So I said in a reflexively cynical response, I guess the key to finding the meaning of life is to stop taking out the garbage. He laughed and I was relieved that he did. خب جای شوخی بین میچ و موری رد و بدل میشه
و موری میخنده چون میچ میگه که یه راه مهم برای پیدا کردن معنی زندگی اینه که زباله ها رو ببری دم در و هر دوتایشون میخندن. As Connie took the plates away, I noticed the stack of newspapers that had obviously been read before I got there. You bother keeping up with the news, I asked. Yes, Maury said. Do you think that's strange? Do you think because I'm dying I shouldn't care what happens in the world? یه سری روزنامه اونجا بوده که حالا میچ متوجه میشه که قبلا اونا رو موری خونده و بهش میگه که تو هنوزم داری روزنامه میخونی. موری میگه که چیه، فکر میکنی حالا که دارم میمیرم نمیتونم دیگه روزنامه بخونم، نباید بفهمم چی تو دنیا داره اتفاق میفته؟ Maybe, he sighed. Maybe you're right. Maybe I shouldn't care. After all, I won't be around to see how it all turns out. میگه که شاید حق با توه، شاید من دیگه زنده نباشم بعدن که ببینم همه این اتفاقاتی که در جریانه چی پیش میاد، بالاخره چی میشه، نتیجهش چیه. But it's hard to explain, Mitch. Now that I'm suffering, I feel closer to people who suffer than I ever did before. The other night on TV, I saw people in Bosnia running across the street, getting fired up and killed innocent victims, and I just started to cry. میگه که حالا که خودم توی رنج هستم خیلی بیشتر احساس نزدیکی میکنم به رنج بقیه مردم. میگه یه برنامه تو تلویزیون بود، انگار مثلا اخبار بوده که میبینه که مردم بوسنی مثل اینکه کشورشون ناآروم بوده، تو خیابونا میدویدن و میکشتنشون در حالی که بیگناه بودن. و میگه که موری میگه که من شروع کردم به گریه کردن. I feel their anguish as if it were my own. میگه که انگار اینا رنج خودم بودن. I don't know any of these people, but how can I put this? I'm almost drawn to them. His eyes got moist, and I tried to change the subject, but he dabbed his face and waved me off. I cry all the time now, he said. Never mind. Amazing, I thought. I worked in the news business. I covered the stories where people died. I interviewed grieving family members. I even attended the funerals. I never cried. Mori, for the suffering of people half a world away, was weeping. Is this what comes at the end? I wondered. Maybe death is the target, is the great equalizer, the one big thing that can finally make strangers shed a tear for one another. میگه که موری همجوری ادامه داد به گریه کردن و گفتش که من خیلی گریه میکنم این روزا. و اینجا میچ با خودش فکر میکنه، میگه که من یه اینترویور بوده، تو کار روزنامه و مقاله نوشتن و این چیزا بوده. میچ میگه که من الان کارم اینه که تو اخبار کار کنم و استوریایی رو کاور میکنم در مورد مرگ مردم، باشون مصاحبه میکنم، با خانواده های داغ دیده مصاحبه میکنم و حتی میرم به مراسم خاکسپاری، ولی هیچ وقت گریه نکردم. اما موری وقتی آدمایی رو میبینه که نصف دنیا اونورتر از خودش دارن زندگی میکنن اینطوری گریه میکنه و اشک میریزه. آیا نهایت زندگی همینه؟ یعنی وقتی به مرگ نزدیک میشی شاید مرگ یه چیزیه که یه حالت مساواتی رو میاره بین ما، تنها چیزیه که باعث میشه که غریبه ها برای ما اشک بریزن. Mori hung loudly into the tissue. This is okay with you, isn't it? Men crying. میگه موری همونطور که داشت گریه میکرد گفتش که این اوکیه برای تو که مردا گریه کنن؟ Sure, I said, too quickly. He grinned. Ah, Mitch, I'm gonna loosen you up. One day I'm gonna show you it's okay to cry. مثل اینکه میچ همیشه مشکل داشته با گریه کردن و موری میگه که بالاخره یادت میدم که چجوری گریه کنی. Yeah, I said. Yeah, he said.
We laughed because he used to say the same thing nearly 20 years earlier, mostly on Tuesdays. In fact, Tuesday had always been our day together. Most of my courses with Maury were on Tuesdays. He had office hours on Tuesdays, and when I wrote my senior thesis, which was pretty much Maury's suggestion right from the start, it was on Tuesdays that we sat together by his desk or in the cafeteria or on the steps of Perlman Hall going over the work. میگه که 20 سال پیشم موری همین چیزا رو میگفت، چون 20 سال گذشته از زمانی که میچ دانشجوی موری بوده و تزش رو با اون انجام داده بوده، پایان نامش رو. و میگه که همیشه یعنی اکثر وقتا کلاساش با موری توی سه‌شنبه ها بوده و حتی وقتی که چون اون موقع تایم آفیسش بوده موری، و حتی وقتی که با هم در مورد تزش کار میکردن میرفتن کافتریا یا هر جایی که مینشستن، بازم اونم تو سه‌شنبه بوده. انگار سه‌شنبه ها روز موری و میچ بوده. So it seems only fitting that we were back together on a Tuesday here in the house with the Japanese maple out front. As I readied to go, I mentioned this to Maury. Read it. To go, I mentioned this to Maury. We are Tuesday people, he said. Tuesday people, I repeated. Maury smiled. Mitch, you ask about caring for people I don't even know. But can I tell you the thing I'm learning most with this disease? خب ماری به میچ وقتی که میچ داشته آماده می شده که دیگه بره اون سه‌شنبه، از اونجا ماری میگه که در مورد من در مورد این پرسیدی که چرا من برای آدمایی که حتی نمیشناسم اهمیت قائلم، و گریه کرد به خاطرشون دیگه. حالا میگه میتونم یه چیزی رو بهت بگم که دارم این روزا از این بیماری خیلی یاد میگیرم. میچ میگه What's that? The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in. میگه مهمترین چیز تو زندگی اینه که عشق بدی و اجازه بدی که عشق دریافت کنی، اجازه بدی که بهت عشق بدن. His voice dropped to a whisper. Let it come in. We think we don't deserve love. We think if we let it in, we'll become too soft. But a wise man named Levin said it right. He said, love is the only rational act. میگه که اجازه بده، موری میگه اجازه بده که بیاد داخل. عشق رو داره میگه. میگه ما فکر میکنیم که لایق عشق نیستیم. فکر میکنیم اگه اجازه بدیم عشق وارد بشه خیلی سافت، خیلی آدمای نرمی هستیم. اما یه روزی یه مرد دانایی به من گفتش که عشق تنها عمل منطقیه که ما میتونیم انجام بدیم. He repeated it carefully, pausing for effect. Love is the only rational act. I nodded like a good student, and he exhaled weakly. I leaned over to give him a hug, and then, although it is not really like me, I kissed him on the cheek. I felt his weakened hands on my arms, the thin stubble of his whiskers brushing my face. So you'll come back next Tuesday, he whispered. دیگه میچ بغلش میکنه و گونه های اونو میبوسه، گونه های موری رو، و میگه خداحافظ و قرار میذارن که سه‌شنبه هفته دیگه هم باز برگرده. خب یه چیزی که من میخوام بگم اینه که حالا قسمت بعدی رو من توی ویدیوی دیگه میگیرم، سه‌شنبه بعدی رو، ولی میخوام بگم که خب انگلیسی زبان مادری من نیست. تو ویدیو انگلیسی قبلی گفتم، بازم میگم، و خیلی خفن نیستم تو انگلیسی، اما با اعتماد به نفس انگلیسی رو میخونم و ممکنه بعضی کلمه ها رو هم نفهمم، ممکنه حتی معنیاشون رو ندونم، حتی ندونم چجوری تلفظ میشن، ولی اون تأثیری تو درک من از داستان نمیذاره معمولا، و اکثرا متوجه میشم که لب داستان چیه. و الان سعی میکنم کتابا رو دیگه کلا به انگلیسی بخونم، چون انگلیسیمو قوی تر میکنه، و با توجه به اینکه حالا توی محیطی هستم که همش به انگلیسی صحبت میکنم با بقیه، خیلی کمکم میکنه این کار. میخوام بگم که
من اولش خیلی میترسیدم از انگلیسی حرف زدن. وقتی که تازه مهاجرت کرده بودم خیلی ترس داشتم از این قضیه، ولی الان دیگه نمیترسم و میدونم طبیعیه که آدم یه سری حالا کلمه ها رو اشتباه بگه، تلفظش رو ندونه، معنیش رو دقیق ندونه، ولی آیا اگر یک خارجی بیاد به زبان فارسی یک کتابی رو بخونه و بعضی کلمه ها رو هم اشتباه بگه، آیا شما فکر میکنین که این آدمه هیچی بلد نیست، چرا نرفته همه رو پرفکت یاد بگیره بعد بیاد بخونه؟ اینطوری نیست. ما اکثرا اینطوری فکر نمی‌کنیم و اتفاقا تحسینش می‌کنیم، میگیم که چه خوب که تلاششو میکنه و داره سعی میکنه که درست بخونه و هیچ اشکالی نداره اگه اشتباه کنه، پس بقیه هم همین فکر رو راجع به ما میکنن دیگه. خلاصه که میخواستم بگم نگران نباشید اگه یک سری کلمه ها رو نمیدونین معنیشو، شما نیاز نیست معلم زبان انگلیسی باشین تا کتاب ها رو به زبان انگلیسی بفهمید و رها کنید، رها کنید و ادامه بدین. مطمئن باشین متوجه میشین. تا سه‌شنبه بعدی، خداحافظ.